35 سال 35 سال کارش همینه. مایه سوره یعنی مایه ترشیده. 600 یعنی 80,000 تومان دوستان. 80,000 تومان. کلا پاچه کلا پاچه. السلام علیکم دوستان عزیز، چطورین؟ خوبین؟ سلامتی؟ امروز اومدیم لیاری نوکن لین بازار کنبار واڑا کنبار. بریم تا ته تهش این بازار چیا میرسه. بیا بریم دنبال ما باشین. از مرغ بگیر تا گوشت و ماهی و اینجا کله پاچه هم موجوده دوستان. به به. ماهی سورین یعنی ماهی ترشیده، نه نمکی. آره نمکی خیلی طرف داره اینجا. سر صبح لامصب میام از زمینا میخورم. و بازم کله پاچه کله پاچه. پارسی ابر دانه پارسی ابر کا کمو بگو بس خیره کله خیره. خب دوستان همانطور که میبینیم این میگو هست، اینم ماهیه. एक कौन सा है اسپیتن پاپلیटी छोटा वाला है वो अंग्रेज चौक के पहले मॉडल पॉइंट है काम चीचे से किलो है 600 یعنی 80,000 تومان دوستان. 80,000 تومان یک کیلو از این ماهی الوا سفید کوچولو. بازم میگو. خب بریم ببینیم دوباره چی داره اینجا. میوه، گوشت گاو، گوسفند، یعنی همه چی اینجا پیدا میشه. میبینین بازارشو نگاه، تر و تازه، کشتار روزه. سلام علیکم. 1 کیلو कितने का किलो 750 750. این بازار فقط واسه این مادر بزرگی اومدم. من قبلا هم اومده بودم چند سال پیش، فیلمم استوری گذاشتم براش. خیلی از این چیاش خوشمزه. آمدن کیسه و टिक टॉक मजे में वश बराबर. आमीन सलामत बात है. अभी कितना आइटम है? 1 2 3 4 5 आइटम है बस. ये क्या है दिखाओ. ये दाल का सालन है. इन खुरेश्त दाल है दोस्तों. वाह वाह. और ये सफेद छोला. ये सफेद छोला मुसावी नहीं है. ये आलू चाट सीब जमीनी वापस चले. वाह वाह. ये काला यानी ये नखुद मेशकी. वाह वाह कितना आइटम है माशाल्लाह माशाल्लाह. गर्मा गर्म. हाँ लगा दो इधर मूवी के सामने. आदवी है बाज हम आदवी है. बस सर 100 به هیچی نخوردیم. حساب आइटम है. हाँ 1 2 सब है माशाल्लाह. همه چیز است. گرم لاغر. رख दे हाँ ये ना कशा गर्म है यार. اوه این ادویه زل لامصب چه طعم میکنه. این بجیه های دوستان. ها دبتو کا مگه रोटी हम दे नून दोस्तों. ये गरीब आदमी का खाना है. गरीब आदमी का कितना میگه غذای صبحونه چیه؟ کیا ہے؟ این آلوشه دوستان، سیب زمینیشه. نگاه بیا ادویه رو نگاه کن. لامصب मसाला लगाओ आजी. नहीं मसाला नहीं लेना. माफिया का चटनी है. माफी हमारे पास नहीं होता है. 4 टाइम खाए देवे नहीं ये खा नहीं सकेगा. चाट मसाला लगा दिया. फेल आहा کجام مزه سک واشم. बलोच है ना. तुम कौन सी बात करता है? ईरानी बलोच है हम. ये पूरा वर्ल्ड में जाएगा तुम्हारा ये वीडियो. دوستان از این چیا خیلی زیاده اینجا. نوکری کا انتظام ہو تو کرنا نا ہمارے لیے. پکانے کا کروں گی انشاءاللہ. کرے گا. ہاں پکانے میں میں ماہر ہوں.
خیلی زیاده، ولی اینکه خوش اخلاق ترین مادر بزرگ این منطقه با این چیا چند ساله که داره چی میکنه. خلاصه 35 سال کارش همینه. خب بریم با هم همراه باشین تا آخر ویدیو ببینیم چه خبره. نگاه کنین دوستان، اینجا تخم مرغ هم عمده‌ای میفروشن. الان یه شانه تخم مرغ پرسیدم 74,000. 30 تا تخم مرغ داره، دوناش هم بزرگه. حالا نمیدونم ایران چنده، حساب بزنین چنده، تو کامنت بهم بگین که پیش شما چنده تخم مرغ. اینجا 74,000 30 تا. اینم از میفروشیاش، همه چی پیدا میشه. آجی بیندا دیگه همه چی پیدا میشه. بریم با هم دوستان. همانطور که بهتون گفتم ماشاءالله مرغ و گوشت و به به، اینجا رو نگاه کن، همه چیز تو این بازار پیدا میشه. سلام علیکم. کیلو کیا حسابه؟ کیلو 700 همون 700 روپیا. نگاه کنی اینجا هم هست از زمین چیا، فلفل و همین چیزا. ولی اون ماتی بازم ماهی فروشی، بازم ماهی حلوای مشکی. نگاه کنی به به. پرسیدم میگه که 1 کیلو تقریبا 65,000 تومانی. این همه مرغی بود، گفتن این نرخی بگیریم. ببین ران فقط 400 پاو. بعد پرسیدم این مرغ چند میشه 1 کیلو نیم، میگه 730. حساب زدم 110,000 شد. حالا نمیدونم چه جوریه، پیش ما فکر کنم ارزون تر باشه. نه نمیدونم، ببینین ارزونه یا گرونه کامنت کنین. الان 110,000 تومان 1 نیم کیلو مرغ کچرا مچرا که علاقه نه، صفایی تمیز صاف بدون سرگ و پوست و این چیزا. موری نگاه کنین ماکارونی چیه، پاستا ماستا، بازم مرغ. به و دوستان میبینین گفتم که پکوڑا مکوڑا والا خیلی زیاده اینجا، ولی اون واسه اون مادر بزرگه رفتیم اونجا، خیلی خوش اخلاق و خوشمزه. و دوستان اومدم عمده فروشی تخم مرغ واقعی. اینجا 3,000 کمتره، اینجا 71,000 یا آره یک شونه 71,000. خب دوستان عزیز اینم چولا که ظرفی تقریبا از 6-7,000 شروع میشه. نگاه اونجا آماده. به به اینجا رو نگاه. چیزایی داره که من عاشق اینا هستم، به خصوص زنجبیل، سیر، فلفل، لامصب، تند لیمو. اینا خوبه واسه کرایی، یعنی بونه اینه، فقط گشنیز نداره. گشنیز داشته باشه تمومه دیگه. انشالله با هم میریم یه کرایی هم درست میکنیم با همین وسایلا. بریم دنبال باشیم. خب بازم ادویه فروشی مختصر و مفید. به به این از اون برگای چیه نمیدونم، ادویه کاریه چیه، تو بریانی میذارن. فلفل گرد دوستان از 20 روپیه استارت میشه، یعنی از 20 روپیه، یعنی از 2,000 تومان. الان نگاه فلفل قرمز داره میذاره 20 روپیه. نگاه 20 روپیه همین، یعنی 2,000 تومانی. نگاه به به خیلی با صرفه. فالودا है शरबत है कितने का है बनाओ एक अच्छा वाला 20 रुपया वाला ये 20 रुपया 2,000. نگاهش کن لامصب. رو افزای دوست به به. شیرو کجا گرگاه تو کما پشتی کنه. شیرو رو افزا نمیدونم چی داره توش. اونجا رو نگاه کن، اونجا بگیر. اصلا بی خیال زندگی و مرداره میشکنه. چه نگاه به به. خب اینجا رو نگاه کن. این نمیدونم میٹھا होता है شیرینه میگه دوستان. روغن هم زیاد داره. آره کنچت داره. صبر کن بخورم. دوستان این نان توسته. بعض اینو میزنن شکر میزنن میپزن گردش میکنن. نگاه تا این حد بعد میفروشن. اینم یعنی شما چاره شوکا مامشه کل بازار کنبار الاس کو یه تای خیلی چیزای دیگه هستا. بله اشین که ما درو نگفتن چیزای خاص که
و برین دیما فعلا یه پرونده بند کنه رین جای بازار یه دیگه جاگه چاره مار چی بیت اوکی بیا